قطع شد رکورد قطع بیا لب بزن یس سلام بچه‌ها خیلی خوش اومدید ویدیو یوتیوب دیگه من اینجام سید علی امیر عبداللهی مغلب به سجاد شاه رپ فارسی. بچه‌ها بذارین قضیه رو بگم. امروز با معرفی نکردم خودم دارم معرفی کنم. من سید علی حسینی علی گرامی رپ فارسی و همراه سید علی امیر عبداللهی دست به کیر زدی بود. من ارشیا یار احمدی بهترین علیز رپ فارس و این کونی اومدیم. بچه‌ها امروز ما اومدیم چند تا به اصطلاح خانوم خوبو من میخوام بیارم عکسشون رو بچه‌ها نشون بدم. عکس نه دیگه الکی بگو مثلا اون آوردیمشون. بچه‌ها بیاید یه دقیقه گوش کن. میخوام ببینیم اینا جلومون باشن چه جوری قرار مخشونو بزنیم باشه ترفندی. اینم بهتون بگم من سلطان کس جهانم، کسواز جهانم. من سر کس 2 میلیونم خدا وکیلی پول دادم. حالا شاید بپرسی 2 میلیون پول چیکار کردم؟ با 1.500 کسشو کردم، با 500 تومان دیگه سیدنافیل خریدم. اول کسو بکن بعد سیدنافیل بخور به قرآن. بچه ها من تا الان مخ نزدم، فقط تا الان ادرام کردم. اول اینو از علی میپرسم. علی جان شما اگه این بیا جلوت مخشو به چه روشی میزنی؟ سیاه‌پوسته که این بابا تو رو قرآن بند میشم. سیاه‌پوست تایپ هم نیست، یعنی کسی که کلا رنگ پوستش فرق داره تیره است تایپ هم نیست. کلا مخ اینو نمیزنی دیگه. یه خورده فکر کنم ببین چون خوبی داره. نمیخوام نظر بدی چجوری مخشو میزنی. فکر کن اینجا تو میخوای بری آقا میخوای مخشو بزنی چی بری بهش بگی؟ ببین مثلا تو اینو در نظر بگی که این خب مثلا یه دونه مهمونیه و داره به تو نخ میده و تو باید بری مخشو بزنی. چه جوری مخشو میزنی؟ میگم سلام اینا که تو از کجا خریدی؟ فکر کنم کروم هارته. کپیشو دارم. خواستی بیا خونمون عینک بازی کنیم. خب پس اینجوری مخشو میزنی. آره. حالا امین جان شما میخوای مخ اینو مثلا توی مثلا مترو به سمت آزادگان بزنی مثلا چی بهش میگی؟ به سمت آزادگان مسیرم نمیخوره یعنی. ایشو ببینم من زبونم بند میاد اینو ببینم نمیتونم بچه‌ها. تسلیم میشم خودمو تسلیم میکنم و میدونم که هیچ شانسی جلوی این خانوم زیبا نداره. آره پس میرم جلو بوسش میکنم فرار میکنم میرم متروی نعمت آباد. خب ببین فکر کن که توی پورتی تو کرج وقتی که 1.5 لیتر عرق خوردی سر شرط بندی کل بطری رو رفتی بالا یهویی وسط این که داری میرفتی اون ته میبینی کرج دیگه پورتیه اون خانم اون ته نشسته زبونش هم همینجوری آورده بیرون بعد یهو قلبت اینجوری میشه میری جلو مخشو بزنی. برو جلو مخشو بزن ببینم. بلند میشم بهش میگم که بیا خب بریم توی حیاط. بعد گفت چرا؟ میگم یه کار مهم باید دارم. خب میبرمش اینجوری پشت اون حیاط. آره. حاجی کیرمو بهش نشون میدم. خیلی بده. خیلی زشته. کیرت خیلی زشته. سن کارو نکن. آقا من اینجوری میخوام مخشو بزنم. این قیافش اینجوری. آخرین باری که هر شی می‌خواست اینجوری مخ بزنم اومده بود روی پسر انجامش بده کلی کیرگوزی که الان میرم کیرمو نشونش میدم میکنمش به قرآن نکرد. خدا نکرد. نظرتون اون پسر کی بود؟ کامنت‌ها رو بنویس. تو نبودی. نه به خدا تو خیلی کونت کیریه. ببین حاضرم چشم بسته بکنمت ولی واقعا چشم بسته نمی‌کنم. خب نفر بعدی علی جان این نفر بعدیه. داداش چرا هرچی سیاه‌پوسته میخوره به تون من؟ داداش تو اینو بذار بگم کجا. بذار بگم کجا. خب توی یه پارکی داری با یانکیت خب هشیش میزنی. خب بعد این با یکی از رفیقاش میاد اونجا خب بعد تو بعد با یانکیت بریم مخ اینو بزن. آره اونجاست داره اونم گل میکشه. مخ اینو بخوام بزنم خدا وکیلی ببین 3 ثانیه که هیچی 30 ثانیه کسلیسی میکنم اول کجا تو پارک ببین بعد میانوش دستشوی پارک همیشه فیلیش بودن رو لورد کینگا آره موام بوره کپا کینگا خودم نمیخواستم مخ اینو اگه بخوام بزنم با یانکیت میرم جلوش میگم سلام دختر خانم خوبی چه خبر خیلی خوشگل به نظر میاد یه کمیک نزنیم یه کمیک نچوقیم احتمالاً دخترم خب از مواد بدش بیاد و بخواد دوری کنه ولی یک پاسخ کوبنده اونجا بهش دارم. 2 مصرع رپه میخوام برات تو 2 مصرع رپ این حس و حالو توضیح بدم. دختر خانم یا بزنیم کمیکال دیگه با بی اف تو ولش کن نزن باهاش کمیکال بیا به من بس همین تاتیک چی کوزی به تو این که دوست دختر منه یزید. وایسا بابا یه دقیقه وایسا دخترم همین جان شما اینو میخوای مخشو بزنید.
این مهمان مشتری استودیو اومده پیش محمد آریا رکورد. خب اول از همه چی میگم محمد آریا جان میشه برید بیرون، یه آقای همسایه اومده کارتون داره، من کار ضبط این خانومو انجام میدم. اینا کنار خانوم میگم خانوم ببین چه آهنگی میخوایم بخونیم، بعد آهنگشو میذاره، بعد من شروع میکنم به بیت پلی کردن و میگم بخون. بعدش اولش که خون میگم نه اینجوری نخونید چون صداتون خیلی زیباست ولی بذارید چیز کنم. بعد میشینم خودم اونجا رو میخونم که اسکیل های خوانندگیمون ببینه شاید اونجا مخش زده آجی بشه. واقعا همچین کاری میکنه ولی میدونم همچین کاری میکنه. بعد چیز میکنم، بعد میکروفونو میگم پایه میکروفون خرابه پایینتر نمیاد خانم. بعد بلند شو میگم پایه رو میذارم بالا، بعد نمیتونه ضبط کنه. بعد بلند شو میگم خب برای که نمیتونی بشینی بلند شو دیگه بلند شو اینجوری میگم خب حالا بشین اینجا الان دهنت به میکروفون میرسه حالا بخون. بعد بدن نرم شد با دستای گرمم نوازش میکنم و میگم خانم شما چرا اومدین پلش بیاد استودیو من بخونین، اصلا بلد نیست کارش انجام بده. شمارهشو میگیرم بعد شب توی تلگرام دیک پیکمو براش میفرستم اونجا دیگه مخش زده. فکر کن داری خب ببینمش. نه وایسا دارم برات موقعیت. خب بگو موقعیت. فکر کن توی حمومی داری دوش میگیری بعد یهویی در وا میشه. داداش این که سناریو فیلم سوپره. حالا باید تلاش کنی مخشو بزنی. بعد با این سناریو تلاش کنم مخشو بزنم بدون هیچ حرف جنسی. اون که 100% تو همون میاد تو همون دیگه مخشو سردی دیگه. نه ببینید دوا نکنید. رفتی تو استخر یهو داری دوش میگیری که بیای بیرون ساعت از 6 گذشته سانس زنانه شده، زنا دارن میان تو استخر یهو اشتباه در وا میکنه میاد تو هنوز از سانس قبلی تو استخری. واقعا ما این سناریو میگم جخ میزنه. نه همین الان رسید من ذهنم خلاق و فعاله. بعد دیگه این اومد تو و یهو جیغ زد. بعد حالا دیگه باید تلاش کنی جمعش کنی مخشم بزنی چون دختر عاشقش. یعنی هم سعی کنم جمعش کنم مخشو بزنم. آره عاشق شدی. میرم بهش میگم که دختر خانم یه پوزش منو بکشی نظرم کیره خر بابا مزه. اول میرم دستشو میگیرم. نداره جیغ میزنه. خب دیگه فکر می‌کنم خودش تجاوز نه میگم اینجوری میکنه. ای بوکسور روش اینجوری هم میکنه. بعد داره جیغ میزنه دوباره. حاجی دهنشو میگیرم، اگه دستمو کشید یهو که چپ میزنم تو صورتش. داش میخوای مخشو بزنی. آروم میزنه. مخشو زدم دیگه. نه آروم میزنه. خب نه اصلا آروم میزنم بعد آروم میشه. سلام بچه‌ها میشه منم یه مخ بزنم؟ سوال دارم. تو خدا بده منم یه مخم بزنم. بابا سلام مخ من تموم نشد. بابا بلنش داری میکشی طرفو. نه من یه مشت آروم بهش میزنم. بعد آروم میشه میگم خانم شما بابا حروم زاده. تو مگه نمیخواستی استریم بزنی؟ برو استریم کن دیگه. داداش واسه دنبال ایمپرشنم تو ویدیو جزید. میدونم دیگه. و حاجی آروم که شد آروم میرم جلو. یهو میرم تو لباش. خب میشه منم یه مخ بزنم. جدی این کار جواب. یهو بیا کسکش مخ اینو بزن. این که بیا مخ اینو بزن. توی پارکی با نیما ظریف حین ضبط ویدیو و دختری. من با گوشیتون یه تماس بگیرم به خانواده‌ام بیان دنبالم. از این میبینی این خوشت میاد. با اون گیریم دخترانت بعد بری. بعدش نیما ظریفم داره خیلی راحته. بس که مخشو بزن. نه مخشو نیازی بزنم. صرفا شمارهشو بگیرم یا مخشو بزنم. نه باید مخشو بزنی. شماره گرفتن که منم کس خودکاره. یه مردانه. سلام خانم خوبین؟ من داداشم اونوره. بعد عکسشو میتونم بهتونشون از شما خوششون فلان مثلا. بعد گفت شما خیلی شکلاتی هستین. عکس خودمو نشون میدم میگم این داداشمه. نه باید چی کنی؟ باید بگیری یا رو ببری اون طرف بعد گفت داداشت کجاست؟ بگی خب سلام من داداشم. خب پیج تو که چی؟ تنها وای این خانم محترم. بذار کجا بگو کجا بگو همین سوال بیارتیشی و یکم مختلطه بیارتی ایران نیست اوکی آره. تو نشستی آره. بعد تو این سوار میشه و اینجوری نزدیک لیمون سر کن دسته میدونم که بیارتی رو گرفته. خب بهش میگم که خانم شما که بیارتی رو گرفتی نمیخوای کی آر دیو بگیری یعنی دابلی رو بگیری. بعد میگم که اون چی گرفتی دستت خوشگل من قربون تو برم آخه من بکنمت الهی اون چیه لای سینه هات زدی بیناموس مسیحی تو کسخل پلش. میگم که خانم عزیز شما بی آرتی رو گرفتی ولی من سی آرتی رو گرفتم. اگه اوکی بعد از اینکه پیاده شدیم سوار ماشینم کنمت ببرمت تو سی تی آر. نه یه جور دیگه مخیشه میزنم. اونجا که نشستم تو سی آرتی فهمیدم دختر اهل وی آر نی. دیدمش ولی من غریبه بودم با همون تتوی صلیبی که لای سینه هاش من زده بودم دیدمش. همین تو بایدم تو چرا چجوری یادت مون تتوی در لای سینه هاش حاجی من اصلا یادم رفته بود یارو چه این شیطان پرست حروم زاده بذاری لای سینه هاش داری به حضرت مسیح توهین میکنی. اینجوری مخشو میزنی؟ نه یه جور دیگه مخیشه
میرم سمتش میگم سلام خانوم، تو نگاه اول وقتی دیدمت توی نگاه اول بهت گفتم که دوستت دارم. برگشت بهم گفتش که منم دوستت دارم. گفتم دوستت چی؟ گفتش باشگاه. بعدش گوزی ناشتا. منم عاشق بوی چوس یه دم گرفتم. تو بهش گفتم بعضی میاد بیا تو خونه من بچوس. بعد اون اومد تو خونمون و موقعش زدم اوکی. این نفر بعدیه. کنسرت ریریه. خب تو به عنوان ساوندچک، تو به عنوان ساوندچک قضیه قبل کنسرت تو باید بری ساوندچک کنی. خب این مثلا داره تمرین میکنه قبل کنسرت و اینا. خب اونجا که مثلا داره میخونه باید بری مخشو بزنی. ببین انقدر پولم درازه هم داره میخونه. ببین اول از همه چی میخوام موقعیت رو برای خودمون رمانتیک کنم. میگم ببینید با این سولونی که همه اینجا هستن من نمیتونم خوب کارامو انجام بدم. همه به جز ریری لطفاً برید بیرون. فقط من و ریری میمونیم. ریری جون ببین ریری جان، اول از همه چی شما برای اینکه با این میکروفون بخونی باید تمرین کنی با یه میکروفون دیگه بخونی. خب اون یکی میکروفون چیه دیگه؟ لوی 240 نه چیزه یه دونه شور FM 58 قدیمیه. بعدش که من و ریری تنها شدیم اونجا بود که من حس کردم یه احساساتی توی قلبم داره میکنه و وقتی نگاه ریری کردم توی اون تاریکی سالن کنسرت وقتی که داشت میزد زیر آواز خیلی شکوفه و قرار مخشو بزنی چه داستان رو اول من عاشقش بشم. آقا میگم خانم ببین من ازت خوشم اومده توی این گوشی میخوای شماره رو بزن نمیخوایم بزن ما بریم دیگه بریم. فرض کن رفتیم مسافرت بعد سمت شمال، بعد میخوای بری لب دریا، میخوای که لب ساحل رو نگاه کنی، برمیگردی میبینی یه خانومه داره میگه ببخشید آقا اینجا مغازه پسران حامده. برمیگرده میگه ببخشید آقا سوپرمارکت آقای داریوش توکلی کجاست؟ خب بهش آدرس با همین سیس میاد یا با بیکینی و اینا؟ با چادر میاد. حاجی آدرس میدم میگم برو کسخل میخوای مخشو بزنی. آدرس ازت پرسید میگم که ماشینم داری؟ مامانمو صدا میکنم میگم بیا برو مخشو. داره چادر پوشیده یارو چی بگم؟ چادر نپوشیده چادر نم. بهش میگم که سوپرمارکت آقای داریوش توکلی یکم دوره بیا با هم دیگه بریم. بعد سوار ماشینش میکنم و بعد تو ماشین بهش میگم که از کجا من واسه سوار ماشینه؟ چه همینجوری سوار ماشینه؟ خب حالا سوار میشه تو فکر کن سوار شد دیگه. بعد میدونی بهش چی میگم که الان یهو کیلوشو در میاره به قرآن. نه بهش یا ازش لب میگیره. میگم که دختر جون تو این روزگار سیاهی برو دلم میخواد با این که سیاهی. به قرآن من بودم کس نمیدادم. من یا خانم سیاه بودم اصلا با درجا پیاده میشدم. اولین نفری که میدیدم داداش شما نمیذارید من کیرمو در بیارم نشونش بدم. نه خب استراتژی ایجاد داشته. آقا همینه برنامه. مثل این میمونه که بخوای شطرنج بازی کنی اولین مورد سربازو برداری بخوای شاه و یهو بزنی. دو تا حالت داره، یا کیرمو در بیارم نشون میدم یا مثلا توی یه جای مثلا دو تا هستیم یهو لبادش میگی. اونم یه ور گم شما. تو دیگه گفت به کیرم میرم اون. تو کیر و خواهرش زندگی میکنه بابا برا ما یا هر چی دیدی سیابوس بود یا مدگل. سر ضبطی خونه آریا کوکسرشون مدگل با زن آریا کوکسر یهو میاد تو میخوای مخشو بزنی. میگم ببین الان ما 4 نفریم، اون دوتا که با هم تو رابطن و من و تو هم سینگلیم. خب خیلی دوست دارم که امشب باد اوکی بشم ولی حقیقتا من جاکیر جیدال نمیتونم بذارم، ولی اگه دیگه خیلی اون شب زده باشه بالا بهش یهو دست میکنم جیبم دوربینو در میارم. فهمه که فیلم مردارم دیگه درجا کسو. خب بچه‌ها امیدوارم که مخزنی رو یاد گرفته باشید تو این ویدیو. خیلی دوستتون دارم. خب بچه‌ها خفه شو من باید خدافظی کنم. ویدیو منه. خب بچه‌ها من همه جا امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه و یاد گرفته باشید چه جوری مخ دختر خانوما رو بزنید. سابسکرایب هم بکنید چنل. اگه دوست داشتید مخ پسر رو هم بزنیم حتما کامنت کنید. اگه می‌خواید مخ پسر رو بزنید سری بعد یکی دیگر رو میارم به جای بچه‌ها. ویدیو قطع شد، رکورد قطع کنید. یه لب بزن. ای یس